یه بام داریم که قراره از این قسمت آبراه رو تقسیم کنیم. ما باید بعدا بتونیم عایقمون رو برگردونیم، کف‌زدید خراب نشه. اما ما سقفمون رو از زیر عایق پلیورتان کردیم. تا تختش کنیم حدوداً به ما 30 سانتی متر ارتفاع میده. کف‌سازی. امروز می‌خوایم راجع به کف‌سازی صحبت کنیم. بستگی داره البته کف‌سازی کجا، بام باشه، سرویس باشه، پارکینگ باشه. امروز در مورد کف‌سازی بام کار داریم با هم. اولین تصمیمی که باید بگیریم اینه که آب رو چطوری هدایت کنیم به سمت آبراه‌ها. ما توی این بام 200 متری اینجا به طور مثال 2 تا نقطه آبراه داریم و میتونیم به صورت نقطه‌ای شیب رو بیاریم به این آبراه‌ها، یا اینکه تصمیم بگیریم بسته به معماریمون از گاتر استفاده کنیم که میتونن گاترها ارضی باشن یا یک گاتر طولی داشته باشیم. راجع به این که تصمیم گرفتیم، مثلا ما توی این بام قراره یک گاتر طولی داشته باشیم. توی این طول پایین ترین حالت ما میشه اینجا رو صفر کارمون در نظر میگیریم و برای بام متر 1 سانت رو حداقل پیشنهاد من اینه که شیب بدین. متر 1 سانت شیب میدیم به طرفین. به طور مثال الان از این آبراه تا اون دیوار 6 متره و 6 سانتی متر اینجا رو صفر میگیریم، اونجا رو 6 سانتی متر بالاتر. حالا اگر قراره اینجا رو جوب درست کنیم، آبراه درست کنیم و خودش رو شیب بخوایم بدیم، هر چقدر که لازمه بابت شیب طرفین اینجا رو میاریم بالا و به اون 6 سانت اضافه میکنیم. به طور مثال وقتی که ما توی این پلن یه بام داریم که قراره از این قسمت آبراه رو تقسیم کنیم، اینجا 6 متره، اینجا پس مثبت 6 خودش رو داره. حالا این آبراه رو قراره که بهش یک عمقی بدیم و به خودش هم شیب بدیم. 3 سانتی متر ما براش در نظر میگیریم. این 3 سانت به اینجا هم اضافه میشه، اینجا 3 تا اومد بالا، اینجا هم 3 تا میاد بالا. 9 سانتی متر انتهای کارمون میشه و 3 سانتی متر خود جوبمون میشه که داخل خود جوب رو هم به سمت آبراه‌ها بعداً شیب میدیم. این قدم اول. قدم دوم بحث عایق حرارتی و صوتیه که باید در نظر داشته باشیم. اگر دوستان میخوان پشم سنگ استفاده کنن توی کف بام، فوم استفاده کنن توی کف بام، اون ضخامت به این ضخامت‌ها استفاده میشه. اما ما سقفمون رو از زیر عایق پلیورتان کردیم و دیگه نیازی به این عایق روی سطح نداریم. به علاوه اینکه سقف ما 2 پوسته است و اون ضخامت عایقه رو ما روی این کف نداریم، حسابش هم نمی‌کنیم. این تکمیلی نکته اول بود. نکته این حجم رو ما نباید با ملاط پر کنیم، به هر حال باید از یه سری پوکه یا مواد سبک استفاده کنیم برای کف‌سازی. ملاطی رو هم که روی اون میکشیم حداقل عیار 250 رو باید داشته باشه. حالا بعدا توی تصاویر نشونتون میدیم. توی این کف‌سازی اونجایی که حجم ملاط بالا میره از پوکه استفاده میکنیم و حداقل یک ملاط 5-6 سانتی متری با عیار 250 لازم داریم که روی این کف‌سازی بکشیم و ازش استفاده کنیم، بعدا باهاش کار داریم. اگر روف گاردن دارین در نظر داشته باشین حتما توی این ملاط کف‌سازی از مواد آببند و الیاف حتما استفاده کنیم. برامون مهمه که کف‌سازی ما زیر عایق‌های رطوبتی ترک نخوره. این ترک خوردن آسیب میزنه به عایق‌های رطوبتیمون. برای ملاط آببند اگر از چسب بتون استفاده میکنین ماکسیموم 30% وزن سیمان و اگر از لاتکس استفاده میکنید ماکسیموم 10% وزن سیمان میتونید به آبش چسب بتون یا لاتکس اضافه کنید. عیار 250 رو هم که میخوایم حساب کنیم برای همچین ملاطی، تقریبا اینجا یه مساحت 2 متر در 2 متر، اینو تختش کنیم حدودا به ما 30 سانتی متر ارتفاع میده. این حدودا 1.2 متر مکعب حجم ملاطیه که اینجا ساختیم. برای این 1.2 ما 6 تا کیسه سیمان قاطی کردیم، حدودا میشه همون عیار 250 کیلوگرم بر متر مکعب. خب همونطوری که دیدین شد گاتر طولی ما و ما از این گاتر طولی به دو طرف شیب خطی داریم. همینطور که میبینید اون قسمت های بالا که میخوایم بالاتر باشه تقریبا 7 سانتی متر کف‌سازی داریم با پوکه پر میکنیم. این پوکه 0.25 لیکاس و خودش هم عایق صوت هم عایق حرارت. اگر خیلی ارتفاع این پوکه زیاد باشه بهتره خودش با ملاط قاطی بشه، اگر نه در حد 5-6 سانتی متره میتونیم روش رو ملاط بکشیم و این همون ملاط آببندیه که ما داریم روی کفمون میکشیم. مرحله بعدی عایق. این پوکه که میبینید پوکه صنعتی یا معدنی نیست، این دانه منبسط شده رسه. پوکه های لیکا فرقش با پوکه های صنعتی یا معدنی تو بازار
اینه که دانه رست توی یه حرارت بسیار بالایی توی کوره منبسط میشه، میترکه و تشکیل این دانه ها رو میده که این هم سورت بندی دارن. مثلا این شماره 0.2 تا 25 میلیمتره. خب همونطور که دیدید اول یه لایه کشیدیم روی پوکا که پوکای زیر پامون صفر بشه. حالا شروع میکنیم به پر کردن کرما. واسه یادتون نره حتما بعد از این که این کار انجام شد تا 2 روز تا 3 روز بعدش حتما روزی 2-3 نوبت کیورینگ کنیم سطح کف سازیمون رو، آب بدیم که هم ترکامون کم بشه هم به اون مقاومتی که میخوایم برسیم. یادتون باشه برای بستن دور کفشورها لوله های فاضلاب از نخاله و تیکه ها و قلمبه سلمبه های بلوک استفاده نکنیم. یه راه خوب داره که میتونم الان نشونتون بدم. همینجوری ببرش. بعد از اینکه توری رو خوابوندیم دور لوله با محلول چسب، سیمان و آب آغشته میکنیم این توری رو، دور لوله رو آب بند میکنیم تا برسه به مرحله عایقای رطوبتی. اگر میخوایم محکم کاریمون بیشتر بشه، لایه اولی که زدیم میتونیم این توری رو دو لایه‌اش کنیم. یه کار دیگه که خیلی مفیده قبل از عایق رطوبتی حتما انجام بدین. ببینید ایزوگام یا قیرگونی توی گوشه ها، تیزی ها، توی سرما و گرما رفتار مناسبی از خودش نشون نمیده و خیلی خوبه که ما بیایم تمام گوشه هامون رو یه مایشه بکشیم که البته با توجه به میزان کفسازیتون به ملاتتون گیر نکنه، به سنگ کفتون گیر نکنه، میتونه کوچیک‌تر یا بزرگتر باشه. این گوشه ها رو کروش کنیم و از تیز بودن یا گوشه بودن درش بیاریم. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. همونطور که مشاهده میکنید کفسازی ما تمام شد، آماده عایق رطوبتی شدیم. خود عایق رطوبتی بحث مفصل داره که راجبش حتما یه پست خواهیم ساخت.